everyone, welcome. I am Bahram from Bahram English. بچه‌ها خیلی خوش اومدین. زیاد طولانی نخواهد شد. یکی از عزیزان یه سوال خیلی زیبایی کرده. ببینید ما تو درس going to a hospital or a clinic یک همچین جمله‌ای داشتیم. If you need an X-ray, they will schedule. اگر شما یک رادیولوژی یا حالا ما بهش میگیم رادیولوژی، یه ایکس ری یا چیزی که مربوط به یه اگزم یا یه تستی که یا یه اسکنی که مربوط به اشعه ایکس باشه مثل سی تی اسکن or whatever you can say، اینا برنامه ریزی میکنن براش، یعنی they will schedule or schedule. Both of them are correct. معنیش میشه برنامه ریزی کردن و تو برنامه گذاشتن و تو لیست انتظار گذاشتن. خب سوالی که مطرح بود این بود که آقا ما از آردیکل ان کی استفاده میکنیم؟ زمانی که قبل از یک واول باشه. اینجا ما واولی نداریم، ایکس هستش. ایکس یک کانسوننت هستش. اوکی؟ یعنی حروف بی صدا. پس چرا اینجا از ان استفاده شده؟ ببینید بچه‌ها، این سوال فوق‌العاده سوال به جایی بود. علتش هم این هستش که ما تو زبان انگلیسی صدایی که تولید شده رو برامون مهمه. ما از با نوشتار خیلی به قولی بهش اهمیت نمیدن. مثلا یه چند تا مثال دیگر رو هم بزنم. مثلا می نویسیم که یک ساعت، میگیم an hour. یک ساعت. میگیم که an m. لدر ام یا همون حرف ام از حروف الفبای زبان انگلیسی. ان ایکس. ببین بچه ها، توی ایکس صدایی که اول تولید میشه چیه؟ میگیم ای، ایکس. پس باید از ان استفاده بشه. میدونیم که ای همون صدای واول ای هستش که ما اینا رو به این صورت داشتیم، واول ها رو. an hour. خب توی ساعت که میشه معنیش میشه یک ساعت. an hour. مثلا سوال هستش که میگن how long does it take؟ چقدر طول میکشه؟ میگی an hour. نباید بگی a hour، باید بگی an hour. چرا؟ چون این h سایلنت هستش. صدایی که اول به گوش میرسه چیه؟ هستش. hour. پس این برامون مهمه. پس از ان استفاده میکنیم. و همینطور ام. میخوای بگی ام، اول چی میشنوی؟ ام میشنوی، میگی ان ام. و همینطور برای ایکس که اینجا به این صورت بود. حالا آیا ما به صورت برعکس هم داریم که مثلا با واول شروع شده باشه ولی از آردیکل A استفاده بشه؟ بله داریم همچین چیزی. مثلا یونیورسیتی رو شما در نظر بگیرید. یونیورسیتی، دانشگاه. اولین کلمه، اولین حرفی که صدایی که میشنوی چیه؟ یه وای هستش. یه، درسته؟ یونیورسیتی. آیا وای واوله یا کانسوننته؟ چون کانسوننته پس باید از A استفاده بشه. It is so important. Bahram English is the best. It is a fact, not anymore. Love you all. Take care.